شما خوبید؟ دستتان را تکان بدهید. نگران نباشید، به زودی به شما میرسیم. یکی یکی جلوی دوربین بیایید. 1 2 3 اینها اولین تصاویر از کارگرانی است که 11 روز پیش در تونلی 4.5 کیلومتری پشت خروارها خاک گرفتار شدند. دوربینی بسیار کوچک از طریق یک لوله 6 اینچی از میان آوارها عبور کرد تا زنده بودن آنان را نشان دهد. شک نداریم که میتونیم نجاتشون بدیم. قبلا نگران بودیم که اگر راه لوله بسته شد چه اتفاقی میخواد بیفته. حالا ما این دومین راه ارتباطی رو ایجاد کردیم. 41 نفر از کارگران در شهر اوتارکاشی ایالت اتاراخند هند تا 11 روز پیش مشغول حفر تونل بودند، اما با ریزش بخشی از کوه در آن محبوس شدند. دولت و آژانس‌های دولتی با کارشناسان در حال گفتگو هستند تا بتوانیم راهی پیدا کنیم. تلاش ما این است که کارگران را هر چه سریعتر نجات دهیم. در 11 روز اخیر تلاش‌های پی در پی برای نجات کارگران به علت موانع سخت و ماهیت صخره‌ای منطقه شکست خورد. مأموریت واضح است، 41 نفر باید به خانه برگردند. نمیدونم 3 یا 4 روز طول میکشد یا بیشتر، اما آنها میآیند، من اطمینان دارم. این کارگران زندگیشان مدیون این لوله است که در این 11 روز هم اکسیژنشان را تامین کرد و هم امدادگران با فشار هوا میوه‌های خشک و آب به آنان میرساندند. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.